امروز در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده تحت ریاست رئیس شهر محترم سجاودین سلامزاده مجلس برگزار شد که در کار آن رهبران کارخانه و تشکیلات اداره و مؤسسه ها نمایندگان بخش و ساختارهای مقامات محلی اشتراک داشتند. در رفتین همایش سه مسئله مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت. از روی مسئله یکم مورد رفت اجرای معرکه آبونه معاون رئیس شهر صالحه خالو نزد حاضرین حساب داد. ریاست منتخبی گمرک، ناظرات انداز، بانک‌های اروند، اگروبانک، هومو، اسخاتا، ایمون اینترنشنال، امانت بانک، فینکا، بانک رشد تاجیکستان، بانک بین‌المللی، سپیتامین بانک، شعبه خدمات مهاجرت، بازارهای مقصود 98، برکت، شکرانه، حاجی فیض‌الله خان، طلبخانه‌ها و مرکزهای سودا هنوز به نشریه‌ها آبونه نشده‌اند. ساحه اجتماعی و رشد جامعه، بیمارخانه مرکزی، بیمارخانه رقم 2، مؤسسه جمهوری بیماری‌های عصب و روانی، بخش ثبت اسناد حالت شهروندی، هفته‌نامه دیار ترسونزاده، خانه پیرانسالون و معیوبان، کالج متالورژی و کالج طبی و نشریه‌ها پورا آبونه شدند. شبکه کسب 40%، شعبه معارف 13%، شعبه فرهنگ 26%، لیسه کسبی متالورژی 52% و کالج آموزگاری 33% نقشه آبونه را اجرا نمودند. مرکز بیماری‌های پوست، سپید، سیل، یاری تجیلی، استоматологی، تشکل طرز حیات سالم، کلینیک‌های شخصی، مؤسسه‌های نظارتی دولتی سنتری اپیدمیولوژی، کالج غیر دولتی طبی، شعبه دزینفکسیا، تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع، بخش جوانان و ورزش در معرکه آبونه هنوز هم اشتراک نکردند. اچخیلی که معلوم گردید برخی از کارخانه و تشکیلات به معرکه آبونه‌شوی به نشریه‌های محلی و جمهوری سالنگاری می‌نمایند و از طرف رئیس شهر بار دیگر آنها آگاهانده شدند تا که در معرکه آبونه‌شوی با مسئولیت باشند. سپس دیرکتور شبکه‌های برق ترسونزاده خالقزاده صلاح‌الدین عاید رفت زمستانگذرانی و با برق تامین نمودنی و با برق خوش‌صفت تامین نمودنی اهالی در فصل سرما گزارش داد. جهت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 177 از 4 اپریل سال 2017 درباره سریع‌وقت آموزش ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2017-2018 و همچنین فرمان شرکت برق تاجیک تحت رقم 50 از 14 اپریل سال 2017 بهره آموزش شبکه‌های برقی و موسم تیرماه زمستان نقشه و چهاربینی‌های عبارت از 9 بند پیشنهاد گردیده بود که همه بندهای آن موافق مهلت‌های مقرر گردیده تامین کرده شد. طوری که به همگان معلوم است در سال‌های گذشته تامین برق اهالی از روی رجای معین براه مانده می‌شد، یعنی در استفاده انرژی برق محدودیت جاری کرده شده بود. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان شرکت برق تاجیک با استفاده از امکانات‌های پیدا شده کوشش به خرج می‌دهد که اهالی کشور را به محدودیت با انرژی برق تامین نماید. ما نیز در نوبت خود چاره‌جویی می‌نماییم که مردم شریف شهر ترسونزاده را در موسم تیرماه و زمستان سال جاری و پورگی با انرژی برق تامین نماییم. در برابر و ساکنان شهر ترسونزاده مراجعت کرده احترامانه خواهش می‌نماییم که بابت استفاده نیروی برق صفحه‌کار و سرشته‌کار باشند و به اسرافکاری راه ندهند. رئیس شهر به مسئولین شبکه‌های برق ترسونزاده سپارش داد تا که در سمت استفاده عاقلانه نیروی برق با وسایل اخباری عامه محلی کارهای تشویقاتی را جانب نمایند و برای پیشگیری صرفه نیروی برق فعالیت پرثمر نمایند. یعنی مبلغی که از ما و شما جمع‌آوری می‌شود فقط برای برقرارسازی مزد معاش، برقرارسازی خطای انتقال برق و زیرایستگاه‌ها می‌رود. دیگر یگان پرابلم نیست. اگر همین که شود پاتری هم کم است 14 و 5 17 حتی 20 است. سبب اساسیش عوض نگردیدنی حتی 10 سال‌ها عوض نگردیدنی خطای انتقال برق بلند شدت از جمله میان شدت یا پس شدت است. مدیر شعبه حفظ محیط زیست شهر ترسونزاده لایق رحمانوف نیز عاید شنانیدن گل و بوته‌ها در شهرهای ترسونزاده دوشنبه معلومات داد. مسئولین در سمت جانب نمودن کارهای کبودیزارکنی و شنانیدن گل و بوته‌های آرایشی در شهرهای دوشنبه ترسونزاده از طرف رهبری شهر وظیفه دار شدند. با همین مجلس به کار خود حسنی خاتمه بخشید. صابر جان سعیدов، ظفر حسنов برای برنامه اطلاعاتی خبر.